سال 84 با شاهزاده در آمریکا. اوایل این سال رضا آفریقا و آفتاب سوزان آن را ترک و رو به سرسبزی و زیبایی شمال آمریکا کرد. در بعد به ورود روی به سوی مادر آورد و به ایالت کنتیکوت روانه شد. تا خانه مطلوب پیدا شود نخست برای رضا منزلی اجاره کردیم و بعد خانه‌ای در شماره 4408 خیابان کنگرس در محله فیرفیلد به مبلغ $1,325,000 خریداری شد که شرح کامل آن را در قسمت امور مالی می توانید مطالعه کنید. روزها همچنان بیفایده می گذشت. نزدیک ظهر رضا از خواب بیدار می شد، نهاری می خورد، چند تلفنی می کرد و بعد با فروغی و آهی و پرتوی جلسه مشاورین داشت و سپس بازی ورق حکم، بریج، پاسور و یا مونوپولی و آنگاه رستورانی و سینمایی و دوباره خانه و کمی بازی ورق و دیدن ویدیویی و گپ زدنی و ساعتی پس از نیمه های شب خواب. البته در خلال همه این روزها فکر به زن که برای رضا خود مسئله مهم شده بود ماجرا آفرین هم می شد. شاهزاده و زن. از جمله یکی از همین روزها علیرضا برادرش با دوست دخترش به نام شاهپری که دختر بسیار زیبا و خوش‌اندامی بود به دیدار آمد. آن روزها علیرضا دانشجوی رشته موسیقی در دانشگاه پرینستون بود و با آنچه پدر برایش به جای گذاشته بود روزگار خوشی را می‌گذراند. وی شخصیتی محکم‌تر از رضا دارد و چون برادر کوچکتر بوده و مثل رضا مورد توجه نبوده و به قول معروف و البته در قیاس کتک خورده بود، طبیعی بود که به اندازه برادر بزرگش که ولیعهد بوده و ناز پرورده و مورد توجه قص و قص محکمتری پیدا کرده بود. اما وی خوی و خصلت شاهزادگی بیشتری از رضا دارد و بسیار اهل تشریفات است و مقید به خیلی از آداب و رسوم درباری، از جمله در قید ترتیب نشستن افراد در مجلس است و یا اینکه در ماشین چه کسی در صندلی جلو بنشیند و کدام فرد در صندلی عقب. به همین سبب هم با تمام تفاوت شخصیتی که با رضا دارد برای برادر بزرگش احترام بسیاری قائل است و هیچگاه در فکر باز پس زدن او و رسیدن به موقعیت او نیست. و حتی می‌دانم بارها سلطنت طلبان و رجال نظام گذشته که از ضعف و بیعملی رضا سرخورده اند و در او شخصیت محکمتری سراغ دارند به او پیشنهاد کردند که اگر او مدعی سلطنت شود از او حمایت خواهند کرد، ولی او نپذیرفته و گفته من با برادرم نخواهم جنگید و در جمع همیشه احترام برادر بزرگترش را حفظ می کند و از نظر او پیروی می کند. به هر حال من و رضا و شاهپری یاد شده نشسته بودیم و به موسیقی ملایمی گوش می دادیم و از هر دری حرف می زدیم که در این اثنا متوجه شدم شاهپری بدجوری به رضا نگاه می کند و رضا هم از این دلبری استقبال می کند و به قول معروف اشارات نامرسان شده اند. پیش از آن که کار خرابتر شود در فرصتی به رضا گفتم این کار خوبی نیست. درست است که دختر زیبا و آزادی است، اما دوست دختر برادر توست و ظاهراً هم علیرضا از او خوشش می آید. رضا گفت بسیار خوب، می روم و نظر علیرضا را در این مورد می پرسم. بعد هم گفت با علیرضا صحبت کرده و او گفته که این مسئله او نیست و مطلبی است میان رضا و آن دختر که خودشان باید راه خودشان را انتخاب کنند. فردای آن روز که علیرضا را دیدم او را خشمگین و ناراحت یافتم.
مرتب قدم میزد و تکرار میکرد الشفت گراند که ظاهراً منظورش آن بود که از پشت به اون خنجر زده شده و در حق او سخت نامردی شده است. با او به صحبت نشستم و سعی کردم کمی آرامش کنم. گفت سخت دختر را دوست دارد و عاشق اوست و چون به مسئله رضایت خود به رابطه آن دو اشاره کردم و حرفی را که به رضا زده بود یادآورش شدم، گفت من راضی نبودم. مسئله را به خود رضا و شاهپری واگذار کردم، زیرا هرگز فکر نمی کردم رضا در حق من چنین کند و یا دختر چنین بی‌وفا باشد. البته دختر هم اصرار داشت که هر دوی آنها را دوست دارد. به هر حال رابطه رضا و شاهپری ادامه یافت و این امر چنان علیرضا را ناراحت کرد که گویا اقدام به خودکشی هم کرد که به خیر گذشت. از آن طرف این شیرینی به دهن رضا سخت مزه کرده بود و حتی میخواست با دختر ازدواج کند و هرچه به او میگفتم که درست نیست با دختری ازدواج کند که مدتها معشوقه و هم بستر برادرش بوده گوشش بدهکار نبود و میگفت آن همبستری برای او مهم نیست و به این حرفها اهمیت نمیدهد و همچنان بر تمنای دل از دست رفتهش پای میفشرد تا بالاخره پس از 2 ماهی که شعله تمنا کمی فروکش کرد، اولیا حضرت دخالت کرد و به هر زبانی که بود او را از این کار منصرف نمود. البته رضا در مورد زن این ضعف را دارد و از این نعمت به آسانی نمیتواند چشم بردارد. در این مورد ماجراهای بسیار است. از جمله چند ماهی بعد از ماجرای شاهپری به هتلی رفتیم که با صاحب آن که یک شخص آمریکایی بود دوست بودیم. دختر خانواده بدجوری به رضا چشم دوخته بود و من سخت مراقب بودم که آتشی در خرمن نگیرد، که بالاخره مهمان پدر دختر بودیم و این کار خلاف اخلاق بود و خیانت در اعتمادی که پدر به ما کرده بود. ساعتی بعد به سوی اتاقهای ما رفتیم تا استراحت کنیم و من خوشحال که مانع آن ارتباط نادرست شدم. اما پس از مدتی یکی از خدمه به اتاقم آمد و خبر داد که رضا به سراغ دختر رفته است و کار دارد از دست می رود. بلافاصله لباس پوشیده و با عجله خود را به آنها رساندم و پیش از جاری شدن سیل به هر زبانی بود رضا را قانع کردم که از شکستن سد دست بردارد و به پاس محبت‌های پدر حرمت میزبانی او را نگه دارد و به اتاق خود بازگردد و شب را تنها به سر آورد. البته باید توجه داشت که رضا جوان بود و پر از تمنا و با زندگی که او داشت برعکس تصور عموم دسترسی به دختر برای او در آمریکا مشکل بود، زیرا در این دیار باید خود به دنبال دختری میرفت و دل او را به دست می آورد که با موقعیتی که او داشت بسیار سخت بود و هر ماجرایی می توانست به صفحه اول جراید کشیده شود، در حالی که در ایران و در مراکش این مشکلات نبود و کسان دیگری این مهم را بر عهده می گرفتند. مثلا همین اواخر و پس از بالا گرفتن اختلاف من و شاهزاده، یکی از نزدیکان رضا تعریف میکرد یک بار در ایران رضا چشم به راه لعبتی بود که از معرفیش به ملاحظاتی در میگذارم که قرار بود به دیدارش بیاورند. دختر دیر کرده بود و رضا بی‌صبرانه مرتب به ساعتش نگاه میکرد تا اینکه تلفن زنگ زد و احمد اویسی از آن سوی خط خبر داد که خاطر عزیزشان نگران نشود. علت تأخیر شوهر خانم بوده که برعکس معهود کمی در رفتن تأخیر کرده بود و همان لحظه از منزل خارج شده و به زودی یار برای وصال خواهد آمد. در مراکش تقریباً از این بابت مشکلی نبود. همان سنت خوشخدمتی ها برقرار بود.
به علاوه که تشریفات چندانی هم نبود و مثل ایران نبود که برای دستیابی به شاهزاده از 7 خانه تشریفات و گارد و محافظت و غیره میبایست گذشت. لذا از این بابت وضع رضا از ایران هم بهتر بود. حتی به خاطر دارم یک روز چندین زن زیبا را یک جا آورده بودند که او هر کدام را میخواهد انتخاب کند. میدانستم رضا و دیگران به مسئله شوهر داشتن این زنان اهمیت نمیدهند، در حالی که بر طبق دستورات اسلام این گناهی بزرگ و نابخشودنی است و بارها به او گفته بودم من تحمل حضور چنین عمل خلاف مذهبی را ندارم و حتی تذکر داده بودم که حکم کسی که با زن شوهردار رابطه برقرار کند بر طبق قوانین اسلام مرگ است. لذا بر آن شدم که اگر کسی از آنها شوهر دارد مرخصش کنم. در سر راه به دیدار آن جمع رفتم و پرسیدم کدام یک شوهر دارند و با کمال تعجب مطلع شدم که حتی یک دختر بی شوهر هم در میانشان نیست. با ناراحتی همه را به خانه هایشان فرستادم و آن روز رضا را از کار مورد علاقه‌اش محروم کردم. در مراکش 1-2 دختر اروپایی و آمریکایی هم این عیش را کامل می‌کردند. به جز دختر یول براینر که به او اشاراتی کردم، دختری بود به نام مریان اریکسون که اهل سوئد بود و در سالهای زندگی در ایران توسط یکی از کسانی که از این گونه خدمت‌ها دریغ ندارند او را برای رضا فرستاده بودند تا خدمتی را که به پدر میشد از پسر هم دریغ نگردد. این دختر زیبای بلند قد که چند سالی هم از رضا بزرگتر بود ظاهراً به آسانی تسلیم نشده بود و یاد دیدارهای در ایران در غربت مراکش چنان رضا را به هیجان آورده بود که روزی که قرار بود فردایش برای دیدار رضا به مراکش بیاید در شهر زیبای آگادیر، رضا آشفته خاطر مرتب میپرسید احمد فکر میکنی فردا او به من دست خواهد داد یا من موفق خواهم شد؟ و آنقدر این سوال را تکرار کرد که در آخر بی‌حوصله گفتم به درک این که اینقدر فکر ندارد، یا تو قدرت سوارکاری را در این میدان خواهی آزمود و یا اسب رکاب نمیدهد و تو فکر دیگری خواهی کرد. البته در آمریکا به خصوص اوایل ورود و قبل از ازدواج معدودی هم بودند که به نوعی در پی جلب توجه رضا از این راه بودند، ولی این فرصت‌ها کمیاب بود. از آن جمله از حمید لاجوردی میتوان نام برد. او که در کار بورس و معاملات ارزی بود و رضایت رضا و خانواده برایش سود فراوان داشت، برای جلب نظر این مشتریان خوب نهایت تلاش خود را میکرد و حتی نادر معتمدی دوست دیرینه رضا را هم که زمانی معشوق فرهناز بود به استخدام خود درآورد. به هر صورت برای خوشنودی رضا در کنتیکوت که بودیم یکی از زیبارویان آمریکایی را به او معرفی کرد که مدتی خاطر رضا را به خود مشغول داشت. اما از آنجا که رضا توقع دل نازک او را بر نمی آورد و انتظار ماهرو را برای خرید یک ماشین یا هدیه گران قیمت برآورده نمی کرد، بالاخره عمر این رابطه نیز به سر آمد. در کنار زندگی روزمره فعالیت‌های سیاسی هم حضوری محدود داشت. جلسات مشاورت روزانه برقرار بود و فروغی و دیگر نزدیکان هم دلمشغولی سیاسی خود را داشتند. هرچند به نظر می رسید فروغی کارها را چندان جدی نمی گیرد و دیگران هم قدرت او را و اتفاقات سیاسی بیشتر از کنار ایشان می گذرد تا از درون دستهای ایشان. کاظمیان فعالتر شده بود و روابطش محکمتر و پیوسته تر که به هر حال فرمانده او پس از چند سال تماس پراکنده
به منطقه عملیات او کوچ کرده بود و چون به طور کلی در سطح اجرایی عمل میکرد تا تصمیم گیری و جزو حلقه نزدیکان هم نبود، تا کسی را به خطر بیندازد حضورش از نظر آهی و ویسی و دیگران بیشتر تحمل میشد. آرم او و طرح براندازی. بر سنت سالها قبل هنوز هم فعالیت‌هایی در خارج از حلقه رضا و اطرافیانش می‌جوشید که چون وی بر مسند ادعای سلطنت ایران نشسته بود، ناگزیر به او ختم می‌شد و در همین رابطه بود که بار دیگر آرم او فعال شد. وی که جوانی بود از نزدیکان راکفلر و بسیار فعال و ماجراجو، از همان روزهای اول آوارگی شاه از جانب راکفلر به دیدار شاه آمد و به زودی چهره فعال و پرسر و صدا جمع شد و در بیشتر بازی‌های این شطرنج نقش حساسی را ایفا می‌کرد و حتی زمانی که شاه از پاناما راهی قاهره شد و بسیاری از بیم جان به ویژه خارجیان همراه از پرواز در آن هواپیما احتراز می‌کردند، وی داوطلبانه به همراه شاه فقید سفر کرد و به خاطر این بیباکی و دیگر خدماتش و همچنین اعتمادی که راکفلر به او داشت، بسیار مورد توجه شخص شاه قرار گرفت. وی در این ایام در نیویورک یک شرکت روابط عمومی داشت که خدمات مورد نیاز رجال و بزرگانی را که به آن شهر می آمدند و به ماشین و رزرو جا و ترتیب ملاقات ها نیاز داشتند تامین می کرد. و همین مسئله تماس او را با رجال و افراد صاحب نفوذ زیاد می کرد و شبکه روابط او را گسترش می داد. به هر حال وی با همکاری یکی از ماموران سابق سازمان سیا به نام ری کلین به فکر طرحی نو برای سقوط جمهوری اسلامی افتاد و با والا حضرت اشرف هم تماس گرفت. گفته میشد که اشرف برای انجام این طرح 2 میلیون دلار به این مأمور سیا داد، هرچند که آرمئو به من گفت که این پول هیچگاه به ری داده نشده بود. به هر حال آنان شروع به کار کرده و افرادی را برای تهیه نقشه و بررسی امور آوردند و با مقامات سازمان سیا و افراد صاحب نفوذ در دولت آمریکا تماس گرفتند. ولی 2 ایراد اساسی در کار بود. یکی آن که رضا حاضر به دخالت اشرف و همکاری با او نبود و بودجه هم در دست اشرف بود. لازم به تذکر است رضا به طور کلی عمش اشرف را شخصا فاسد و از نظر فکری و عملی صالح نمی‌دانست و این اختلاف بین اینان تا حدود سال 86 ادامه داشت که بعدها تا حدودی برطرف شد. لذا مقدار زیادی از نیرو صرف اقناع رضا برای پذیرش اشرف و شرایط همکاری اینان شد. مشکل دوم که بالاخره مایه دردسر شد آن بود که آرمئو و مقامات سیا شرط کرده بودند که آهی در جریان کارها قرار داده نشود که رضا هم ظاهراً پذیرفت، اما بالاخره رضا طاقت نیاورد و مسئله را با آهی در میان گذاشت. آهی که خود واسط رضا با سازمان سیا بود سعی میکرد هرچه بیشتر در جریان امور قرار گیرد، ولی مشکل اساسی آن بود که او با مقامات رد پایین سازمان سیا تماس داشت و استدلال میکرد که در آمریکا کار به دست همین افراد است و هرچه به رضا گفته میشد با موقعیتی که او دارد و میتواند ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا و مقامات عالی رتبه سازمان را ببیند، نباید خود را مصروف کارمندان رد پایین کند، اما به وسوسه آهی مجددا در همان سطوح پایین رابطه برقرار میکرد. به هر حال آهی که از آن مأمورین جواب درستی نمیشنید بر آن شده بود که مطلب را از اون پنهان نگه می‌دارند
و نمیخواهند او در جریان باشد. لذا یک بار به مأمور رابط خود بی‌پروا گفته بود آخه مشکل چیست؟ اعلیحضرت رضا پهلوی که با والاحضرت اشرف همکاری دارد و اربابان من هم که با اربابان شما همکاری میکنند. پس چرا مسائل را از من پنهان می‌دارید؟ مأمورین که ظاهراً هنوز در جریان امر نبودند، مسئله را به مقامات بالاتر خود گزارش کرده بودند و مقامات بالای سازمان که دستن در کار بررسی مقدمات طرح بودند، متوجه شدند که مسئله به قول معروف درس پیدا کرده است و بیم آن می رود که این خبر به گوش دیگران هم برسد و در آن شرایط افتضاحی برپا شود. لذا تصمیم گرفتند که از خیر انجام آن بگذرند که لازمه کار پنهانکاری هرچه بیشتر بود و افراد تا زمانی که وجودشان لازم نشده نمی بایست در جریان کار قرار بگیرند. بدین ترتیب یک طرح دیگر در نطفه خفه شد. از اتفاقات دیگر این سال مهمانی بود که بهمن باتمانگلیچ به افتخار رضا پهلوی در شهرک زیبای میدلبرگ نزدیک شهر واشنگتن دی سی داد. بهمن از افراد موفقی است که در این دیار از طریق زمینبازی و کارهای ساختمان به ثروت قابل ملاحظه‌ای دست یافته است و امروزه یکی از ثروتمندان این منطقه به شمار می رود. وی با شناخت خوب بازار و اقدام به موقع زمین‌های وسیعی را در حومه شهر واشنگتن و کنار فرودگاه بین المللی این شهر خرید و چون با توسعه شهر قیمت زمین‌ها ناگهان ترقی بسیار کرد، به ثروتی که برای بسیاری رویاست دست یافت. باتمانگلیچ هم مثل بعضی از ایرانیان به تئوری توطئه اعتقاد دارد و به گونه دایجان ناپلئون بر آن است که همه چیز زیر سر انگلیسی هاست و انقلاب ایران انتقامی است که انگلیسی ها از آمریکاییان بر سر جریان ملی شدن نفت گرفتند و بار دیگر این روباه پیر به آمریکا نشان داده که بالاخره انتقام خود را میگیرد و ضربه‌ای را که با کودتای 28 مرداد از دست آمریکایی ها خورده است با ضربه دیگر پاسخ میدهد. اینان بر آن باورند که انگلستان آمریکا را از ایران بیرون کرده و ملایان را که از دیرباز سرسپردگان سیاست او بودند بر سر کار آورده است. به هر حال یک روز که در کنتیکت بودم متوجه شدم رضا تلفنی با او قرار ملاقات و رفتن به مهمانی را می‌گذارد. از رضا خواستم که مسئله را با کاظمیان در میان بگذارد و استدلال می‌کردم که خودش او را مسئول این منطقه کرده و به او اعتماد دارد و درست نیست که بدون مشورت او به مجلس جمعی در این دیار برود. او اما جمله‌ای که احمد اویسی به او یاد داده بود و هر زمان به صلاحش بود تکرار کرد. در پاسخم گفت من در حصار هیچ کس نیستم. به هر حال رضا با یکی دو تن از یارانش به آن مهمانی مفصل و با شکوه رفت. مهمانی که در آن جمعی از نمایندگان کنگره، ثروتمندان منطقه و افراد صاحب نفوذ دعوت شده بودند تا بدین وسیله بهمن باتمانگلیچ شاهزاده رضا پهلوی را با این اشخاص که ممکن بود روزی به کارش آیند آشنا کند. این دیدار ضمناً دوستی نزدیک او را با مدعی سلطنت ایران به مدعوی نشان میداد و برای آنها معلوم میکرد که او هم در صحنه سیاست کشوری که شاخ در شاخ آمریکا انداخته است سری در میان سرها دارد و با کسی که با دشمن اصلی آنها یعنی آیت الله خمینی پنجه در پنجه افکنده تا حکومتی را که آیت الله از پدر او گرفته باز پس بگیرد و دوست گرمابه و گلستان است. به همراه رضا مهمانی ناخوانده هم بود
که بهمن سخت از او دلچرکین بود و اون یار نزدیک رضا آهی بود. بهمن سر ماجرای خواستگاری همسرش از آهی آزرده خاطر بود، زیرا مدتی قبل از انقلاب از آهی که خواهرزاده دکتر رام بود خواسته بود که از دختر دکتر رام برای او خواستگاری کند. اما آهی به جای نیابت به فکر افتاده بود که خود خواستگار دختر داییش شود و به جای آنکه برای بهمن خواستگاری کند برای خود خواستگاری کرده بود. اما دکتر رام که جریان را می‌دانست سخت برآشفته شده بود و آنطور که آهی تعریف میکرد زیر سیگاری را برداشته و به سوی او پرتاب کرده بود. یک نوبت دیگر هم صابون آهی به تن دکتر رام خورد، اما این بار نه تنها نتوانست زیر سیگاری پرتاب کند که نزدیک بود بر سر خوشخیالی جانش را از دست بدهد و آن پس از انقلاب بود که قصد فرار از ایران را داشت. آهی پولی از دایی گرفته بود تا ظاهراً ترتیبی بدهد که یک قایق انگلیسی او را از داخل بوشهر بردارد و به سواحل شیخ‌نشین‌ها و نقطه امنی برساند. دکتر رام هم آسوده خاطر از تهران حرکت کرده و به بوشهر آمده بود و شب بر طبق قرار کنار ساحل رفته بود. اما انتظار بی حاصل بود. شب بعد نیز چنین کرده بود و از قایق خبری نشده بود و باز شبی دیگر. این ماجرا آنقدر ادامه یافته بود که چشم پاسداران بر غریبه در ساحل افتاده و ماهی آماده را به دام انداخته بودند و او را که چنان آسوده خاطر آمده بود که آشپز و مستخدمش را هم به همراه آورده بود، به جای سفر دریا به خشکی سلول زندان روانه کردند و اگر از طریق همسرش که از اهالی قم است و با یکی از ملایان بر سر کار آشناست اقدام نکرده بود و جانش را به چند میلیونی که داد نخریده بود، به صدها میلیون هم که داشت نمیتوانست نجات یابد و از ثروت فراوانی که به خارج فرستاده بود و خانه با شکوهی که در نزدیکی ژنو خرید نمیتوانست لذت ببرد. به هر حال بهمن که بالاخره دختر دکتر رام را به همسری گرفته بود و از این طریق با جناق احمد اویسی شده بود، انتقام آن نامردی را در این سفر از آهی گرفت و مهمان ناخوانده را نه تنها در زمره دیگر مهمانان جای نداد، بلکه رخت خواب مشاور رضا را در زیر میز بیلیارد سالن انداخت تا گناه و خیانت را پاسخی به تحقیر کردن گفته باشد. 1985 و سیاست جدید آمریکا. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و آمریکا در سال 1985 بازی دیگری را آغاز کرد. از سوی فعالتر وارد عمل در نیروهای جناح سلطنت طلب شد و از دیگر سوی این مجموعه را مناسب براندازی جمهوری اسلامی نمی‌دانست و بیشتر نیروی آنان را برای گردآوری خبر و اطلاعات و ایجاد سر و صدای تبلیغاتی می‌خواست تا از ضربه‌های به قول خود تروریستی جمهوری اسلامی تا حد ممکن مصون بماند. ضمن آنکه در معاملاتش با ایران سر و صدای این جمع را برگی در دست برای معامله کند. اویسی و ارتش نجات بخش و دیگر مدعیان مبارزه نظامی از دور حرکت خارج شده بودند و در جناح سلطنت طلب جبهه نجات بر جای مانده بود که آن نیز دچار مشکلات بود. لذا آمریکا بران شد که هم جبهه نجات را سر و سامانی دهد و بهتر در دست بگیرد و هم شخص رضا پهلوی و دفتر آن را مستقیما در خدمت درآورد که به هر دو خواهیم پرداخت. جبهه نجات. در جبهه نجات امینی کارها را به دست اسلام کاظمیه و شاهین فاطمی سپرده بود.
و این دو سخت با یکدیگر در ستیز بودند. و حتی اسلام کاظمیه نشریه نجات را در برابر نشریه ایران و جهان به سردبیری شاهین فاطمی تأسیس کرد تا شاهین فاطمی سخنگوی جبهه نجات نباشد. رادیو نجات در قاهره نیز از مدت‌ها قبل حوض استقلال زده بود و از فراز سر امینی مستقیما با سازمان سیاه رابطه برقرار کرده بود. از همه مهمتر آن که تمام حسابی که آمریکایی‌ها روی امینی کرده بودند غلط از کار در آمده بود. وی مدعی شده بود که با بخشی از روحانیون و دستاندرکاران جمهوری اسلامی در رابطه است و از طریق آنان اطلاعات دستاولی را که سازمان سیاه رأساً نمیتواند به دست بیاورد را تهیه خواهد کرد که البته با سوابق امینی و نزدیکی وی با بخشی از نیروهای مذهبی تا حدودی قابل قبول به نظر می رسید. به خصوص که آمریکاییان مثل بسیاری از ایرانیان چنان با اسلام و ساخت نظام حکومتی ایران و ملایانی که بر سر کار بودند بیگانه بودند که هر کس با کمی زرنگی و رابطه به آسانی می توانست گنجشک را رنگ کرده و به جای قناری به آنها بفروشد. ولی با گذشت زمان و آزمودن اطلاعات داده شده از سوی جبهه نجات، آمریکاییان متوجه شدند که امینی و یارانش از گود بیرون هستند و اطلاعاتشان غلط، دست دوم و بی‌ارزش است و ادعاهایشان عموماً گزافه‌ای بیش نیست و ماهی $180,000 پولی که سازمان سیاه به آنها می‌دهد حیف و میل می‌شود. لذا در صدد اصلاح کار برآمدند و به جستجوی فرد مناسبی که جانشین امینی باشد در میان سلطنت طلبان برخاستند تا آنکه دکتر گنجی را که از دیرباز با آنان سر و سری داشت برگزیدند. دکتر گنجی ظاهراً در زمان تحصیل در آمریکا با کنفدراسیون دانشجویان همکاری داشت و در ایران با کمک والا حضرت اشرف به مقامات مختلف رسید و بالاخره هم تغییر جناح داده و با هویدا و اولیا حضرت فرح نزدیک شد. شناخته شده ترین سمت او مقام آموزش و پرورش بود. چند ماه پس از انقلاب نیز با کمک 2 تن از یاران کنونیش در درفش کاویانی یعنی سیروس الهی و حبیب ممیز فرار کرد. به این ترتیب که آمدند و وی را از طریق کوههای کردستان به ترکیه بردند. به همین سبب پس از خروج از کشور وضع مالی مساعدی نداشت و پس از آمدن به آمریکا برای رو به راه کردن زندگی به خیلی درها زده بود. مدتی برای یک هندی که تاجر بین المللی جواهرات بود و در ماجرای فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به وی خواهم پرداخت کار کرده بود. سپس به همراه چند تن دیگر یک شرکت نانوایی در تگزاس دایر کرده بود که در اول کار نیز رونقی یافته بود، اما در زمانی که سازمان سیاه به سراغ او رفت شرکت دچار مشکلات سنگینی شده بود. با مراجعه سازمان سیاه فرصت را غنیمت شمرد و به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون کشید که البته این فرصت‌ها در این دیار کمتر پیش می آید و بسیاری از رجالی که عمری خدمت بیگانه را کرده بودند ولی پول کافی به خارج نیاورده یا نداشتند که بیاورند همه سرگردان و به انتظار فرصت نشسته و به هر دری برای سرسپردگی می زدند و اگر هم دری گشوده می شد بر سر ورود به آن گلوی یکدیگر را به دندان پاره می کردند.
به طور کلی باید گفت گنجی مردی اهل عمل و مدیر و در انجام کارهای غیر معمولی بی‌پرواست. از جمله در همان اوایلی که به مراکش رفته بودیم به رضا پیشنهاد کرده بود که اسکناس جعلی چاپ کنند و آنقدر از این پولهای جعلی در بازار ایران بریزند تا دولت را از نظر اقتصادی فلج کنند. ضمن آنکه تا افشای مطلب هم افراد بسیاری را میشد با آن خرید که البته رضا با طرح توافق نکرد. بدین ترتیب دکتر گنجی با حکم سازمان سیاه در جیب برای فتح جبهه نجات عازم پاریس شد تا قلعه را که دیری بود ستونهایش سخت ترک برداشته بود خراب کند. اما قلائیان که از این راه نان و آبی داشتند به آسانی سرفرود نمی آوردند و با آنکه دیری بود که دستاندرکاران به طنز می گفتند یکی باید بیاید و جبهه نجات را نجات دهد، ولی چون نجات دهنده آمد متولیان سالیان آن امامزاده از نان راحتی که داشتند چشم نمی پوشیدند و درگیری آغاز شد. از آن روی که طبل این دعوا و افتضاحات آن بر سر بام زده شد و نشریات آن زمان به آب و تاب شرح ماجرا را نوشتند که از آن می‌گذرم. جز آنکه در بخش شوراهای مشروطیت بار دیگر به اختصار به آن باز خواهم گشت. در اینجا به این بسنده می‌کنم که پس از مدتی بالاخره گنجی بساط دکتر امینی و یارانش را از خانه نجات بیرون ریخت و حتی نام آن را دگرگون کرد و به درفش کاویانش خواند. با برهم ریختن بساط امینی آهی 2 تن از یاران او را که از قبل با هم همکاری داشتند و بیکار شده بودند، یعنی هرمز حکمت و داداشپور را به دفتر رضا آورد. دفتر رضا پهلوی. از آنجا که سازمان سیاه بران شده بود که رضا پهلوی و دفترش را رسما و به طور کامل در اختیار بگیرد، بودجه خاصی برای آن دفتر تعیین کرد و برای پوشش کار آهی شرکتی در پاناما تأسیس کرد که دارای حسابی در سوئیس بود. بدین ترتیب از آغاز این سال سازمان سیاه ماهیانه حدود $150,000 به حساب شماره کردیت سوئیس FOD 104759-021 واقع در ژنو برای فعالیت‌های سیاسی دفتر والاحضرت واریز کرد. بودجه‌ای که به همین مبلغ تا سال 89 ادامه داشت و به پاس همین بودجه و هدف خبررسانی بود که در سال 1990 رضا پهلوی خود از این نقشش پرده برداشت و در صحبتی که به مناسبت 10مین سال حکومت جمهوری اسلامی در لندن ایراد کرد و در بسیار روزنامه‌های جهان و عموم رسانه‌های فارسی زبان نقل شد، اعلام کرد که وی تا به حال چندین مورد نقشه‌های خرابکارانه ایادی جمهوری اسلامی را در آمریکا و اروپا کشف و به مقامات امنیتی این کشورها خبر داده است و حتی با آنها در دستگیری عده‌ای از پاسداران که نقش حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا را داشتند همکاری کرده است. همزمان با تصویب این بودجه سر و کله یار دیرین سازمان سیاه که گفته می شود برای سازمان امنیتی اسرائیل یعنی موساد کار می کند، یعنی معاون معروف ساواک پرویز ثابتی پیدا شد. البته وقتی می گویم سر و کله او پیدا شد یعنی سایه او در جمع دیده شد و الا آفتابی نمی شد و عیارانه می آمد و می رفت.
و شنیدم که از این بودجه ماهیانه $50,000 سهم ثابتی شد تا شبکه جاسوسی در ایران شکل دهد و یا شبکه موجود خود را توسعه بخشد، که البته با موقعیت پیشینش که به او امکان شناسایی افراد قدیمی ساواکی یا همکاران ساواک را در ایران میداد و همچنین با همکاری که با موساد میکرد مناسب ترین فرد در این مورد بود، به ویژه که هنوز درون گود بود و مثل بسیاری از رجال قدیم با خروج از ایران از گردش زمان بیرون نرفته بود. کسانی که اغلب ساعت زندگی فعالشان همچنان سال 1157 را نشان میداد و اگر این اغلب حرکتی هم میکرد برخلاف جهت زمان و برای امور در تخیلات دوران پیشین بود و برای برخی از آنان چنان فضای تخیلی واقعیت یافته بود که مثلا اگر آن زمان رئیس فلان اداره بود و یا درجه سرگردی داشتند، با مرور زمان خود را رسما ترفیع داده و در مجالس آنان را با عنوان مدیر کل، معاون وزیر و یا جناب سرهنگ می‌خواندند. با تصویب این بودجه، اشرف پهلوی که همیشه اهل عمل است و به قول معروف سرش برای این کارها درد می‌کند، وارد کار شد و $1,300,000 هم او به بودجه عملیات کمک کرد و بدین ترتیب بودجه فعالیت سیاسی دفتر رضا را قوت بخشید. البته گفتنی است که ثروت اشرف حداقل تا پیش از آن که تمام ثروت شاه به وراث او انتقال یابد از تمامی افراد خاندان بیشتر است. وی که سالها پیش از همه در خارج سرمایه گذاری کرده و ماجرای فعالیت‌های وی در قاچاق فروشی و غیرش زبان زده خاص و عام است، آنچنان ثروتی دارد که این ارقام برای او به حساب نمی آیند. حتی $75 میلیون که در 2 معامله از دست داد خم به ابرویش نیاورد. گویی از چشمه پر آب 2 سطل آب برداشته باشند. یکی از این 2 رقم $35 میلیون بود که در جریان ایجاد بانکی در هنگ کنگ در اوایل دهه 8 از دست داد و گفته می شود که شریک آمریکایی او این پول را به جیب زد و برد. دیگری حدود $40 میلیون بود که ظاهراً چند سال پس از آن در جریان سرمایه گذاری در چین که توسط رضا گل سرخی انجام گرفت از دست داد. اما به حق باید گفت اگر در پشت این ثروت شخصیت اشرف نبود هرگز این گونه کمک ها صورت نمی گرفت و همان گونه که بیشتر شاهد بودیم هر جا که به کمک مالی نیاز بود اشرف با جاه طلبی فراوانش وارد عمل می شد. از آن جمله $5 میلیون در قاهره به فرح داد و یا به اویسی کمک کرد و یا حدود $2 میلیون برای طرح سیاه با فعالیت آرمو اختصاص داد و یا برای ایجاد بنیاد مطالعات فرهنگ ایران که مهناز افخمی وزیر سابق امور زنان مسئول آن شد چند $1,000,000 سرمایه گذاری کرد. به طور کلی وی زنی ماجراجو و قدرت طلب است و در این راه از خرج پول و نیرو ابایی ندارد. بیهوده نیست که یکی از رجال قدیم می گفت اگر یک مرد در خاندان پهلوی باشد والا حضرت اشرف است و می دانید که او این اشاره ظریف را از رضا شاه وام گرفته است که معروف است گفته بود اگر یک مرد در خاندان قاجار باشد خانم فخرالدوله یعنی مادر دکتر امینی است. بر اثر همین خصوصیت است که اشرف یکی از مهره‌های اصلی کودتای 28 مرداد شد
و یا با نمایان شدن اولین شکاف‌ها در سقف سلطنت که حتی شاه و نزدیکانش هم با تمام غفلتشان آن را دیدند و خطر فرو ریختن کاخ حکومت را احساس کردند، به برادرش پیشنهاد کرد که در ایران بماند و در کنار او 2 نفری برای حفظ تاج و تخت بجنگند. اما شاه که روحیه او را نداشت و از بدنامی او هراس داشت و میدانست با بالا گرفتن ماجرا حضور اشرف با آن گذشته و ماجراهای مردبارگی‌های فراوان و فساد مالی و قاچاق و بی‌پروایی‌های اخلاقیش نقطه ضعف بزرگی خواهد بود، این پیشنهاد را نپذیرفت و به او گفت بهتر از هر چه زودتر از کشور خارج شوی، زیرا تو مرکز حملات قرار خواهی گرفت و این به ضرر همه ما تمام خواهد شد. و بالاخره همین قدرت طلبی بسیارش او را با تمام همسران شاه در تضاد قرار داده بود، زیرا وی چشم دیدن زنی را که شخصیت دوم دربار و خاندان سلطنتی باشد را نداشت. با فوزیه اختلاف به هم رسانید و معروف است که یکی از عوامل اصلی پافشاری فوزیه بر طلاق اختلافش با اشرف بود و آزاری که از دست رفتار او می‌کشید. با ثریا نیز وضعی بهتر از این نداشت و به اختلافاتش با فرح اینجا و آنجا اشاره کردم، به خصوص که با اولیا حضرت فرح از نقطه نظر اندیشه و فکر اداره مملکت هم اختلاف نظر داشت و هر یک در طیف فکری متفاوتی به یارگیری پرداخته بودند. و اما مرحمت الهی و کلید رستگاری. برگردیم بر سر کمک مالی اخیر والا حضرت اشرف به بودجه سیاسی رضا. برای گرفتن این پول هم طبق معمول این جریانات و اینکه همه جا باید حق و حسابی داده شود و به قول معروف سبیل هر کس را که دست اندر کار است باید به نوعی چرب کرد، رضا گل سرخی که همه کار اشرف است و حتی همان گونه که مشهور است هوس‌های دل لذت‌ها و مردپسند اشرف را نیز برآورده می‌کرده، $100,000 حق الزحمه انجام کار را گرفت که شاید بدون دادن این حق العمل آن کار انجام شدنی نبود. با ورود پول سازمان سیاه، قلم سرنوشت رقم دیگری در کتاب زندگیم زد و به خواست خدا نخستین طلیعه رستگاری در زندگیم درخشیدن گرفت. از پذیرش حسابداری این پول خودداری ورزیدم و بر آن شدم که حسابم را از این پول جدا کنم و از همان اول گفتم من نمیخواهم با پول سیاه و حسابداری آن کاری داشته باشم. به همین سبب قرار شد از آن پس 2 حساب جدا با 2 حسابدار متفاوت در دفتر رضا عمل کنند. یکی حساب سیاسی با مسئولیت آهی که پول سازمان سیاه و اشرف و هر پول دیگری که در این زمینه ممکن بود برسد به آن واریز می شد و از آن مخارج فعالیت‌های سیاسی تامین می گردید. به طور کلی سیاه و سازمان‌های اداری آمریکا مثل عربستان سعودی عمل نمی کردند. بودجه‌ای که داده می شد حساب و کتابی داشت و نمی شد چون پول سعودی ها خرج زندگی شخصی کرد. هرچند این بدان معنی نیست که در آن حیف و میلی انجام نمی گرفت. و اما حساب دیگری که مربوط به امور شخصی رضا و پولی که به دست من بود تا با آن به تجارت بپردازم و بر روال گذشته مخارج زندگی رضا و خدمه و مستحفظین او را تأمین کنم. و تنها رابطه‌ای که این 2 حساب با هم داشتند مبلغ $200,000 بود که سالیانه به حساب امور سیاسی واریز می‌کردم.
زیرا برخی از افراد مثل فروغی از اینکه مستقیما حقوقشان از سازمان سیا پرداخت شود ناراضی بودند. به این ترتیب با آنکه آهی حقوق آنها را پرداخت می‌کرد، اینان ظاهراً می‌توانستند خود را راضی کنند که از شخص رضا پهلوی پول می‌گیرند و حقوق بگیر سازمان سیا نمی‌باشند. این جدایی حساب سیاسی از شخصی به خواست خدا سبب شد که هرچه بیشتر از فعالیت‌های سیاسی رضا و خاندانش فاصله بگیرم. به خصوص که از مدت‌ها قبل به کارها و ادعاهایش ایمانی نداشتم و خلاصه همان نیروی الهامی که از کودکی با من بود چشمان مرا باز کرد و این بار هم مثل تمام عمرم خداوند با رحمت بی‌پایانش به وسیله همان نیروی الهام مرا هدایت کرد و از اشتباهی که در آن بودم برحذر داشت. یک روز صبح در خانه جدیدم در حومه واشنگتن جلوی آینه ایستاده بودم و در فکر بودم که چرا سلطنت برعکس تمامی آنچه از کودکی به من گفته‌اند درست نیست. به نادرستی‌های فراوانی که در زمان شاه فقید و بعد در ایام پسرش رضا دیده بودم و به افراد نادرستی که اطراف این دو جمع شده بودند فکر می‌کردم. از جمله در فکر بودم که چگونه شاهزادگانی که در تنعم بزرگ شدند و طعم سختی را نچشیدند می‌توانند با مردم خود رابطه برقرار کنند و زبان آنها را بفهمند. ناگهان متوجه عنکبوتی شدم که از سقف آویزان شده و روی آینه جلوی رویم نشسته است. تعجب کردم که در خانه نوساز من عنکبوت چه می کند؟ اما پس از آن چندین مرتبه هر بار که به این مسائل می اندیشیدم و مثلا فکر می کردم که چگونه فردی تنها به حکم وراثت می تواند رهبر ملتی باشد، در حالی که فرزند پادشاهی می تواند ناقص العقل و یا بدون ویژگی های رهبری باشد. به همان شکل عنکبوتی ظاهر می شد. آن هم در محل هایی که به هیچ وجه انتظار نمی رفت عنکبوتی دیده شود، مثل اتاق تمیز و بسیار شیک یک هتل مجلل. حتی یک بار در سال 85 که هنوز رضا در کنتیکات بود با اتومبیل به محلی می رفتیم. در طول راه ماجرای عنکبوت‌ها را با او در میان گذاشتم. عجب آن که در همان لحظه در مقابل دیدگان ناباور رضا عنکبوتی ظاهر شد که از سقف ماشین که به سرعت در حال حرکت بود خود را آویزان کرده بود. از آن روی که از کودکی بارها دیده بودم که هر وقت خداوند اراده کند مرا از راه خطایی که در آنم مطلع کند به وسیله آن را به من نشان می‌دهد، لذا به قرآن مراجعه کردم. این آیه آمد: مثل حال آنان که غیر خدا را به دوستی برگرفتند مثل خانه‌ای است که عنکبوت بنیاد کند و اگر بدانید سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است. به هر حال از همان ایام ماجرای عنکبوت را برای بسیاری از دوستان تعریف کردم و به همین سبب شنیدم گاه افرادی در غیابم از سر شوخی به من میگویند احمد عنکبوتی.